سلام، خوش اومد به ویدیوی جدید. بچه ها، من سام هستم. خیلی ممنون که اومدید داخل این ویدیو. بچه ها، این اول بهتون بگم سر اصلا مطلب. بچه ها، 160 تا سی دی جاش کردم که بریم با هم گردونه های موجود رو بزنیم. خلاصه که لایک و ساب فراموش نشه. این پی پی پنجه هم بچه من گرفتم، شاید ویدیو تستش رو براتون بذارم. خیلی خوب آقا، اول با چی شروع میکنیم؟ الکترون. من راستیتش فقط الان اسود نایف میکنم. اسود نایف همین اسود نایف اسود نایف باگ گردونه حرفه‌ای. بعد از هزاران تا باگ ببینیم چی میشه دیگه. نمیخوای بدی دیگه؟ JKS این بد نیست. بد نیست. بیا روی این اسود نایف منو به آرزون برسون. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه چتر خیلی خصیصی اکتیویزم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم گردش بعد دیگه. شبد و پولمون نمیرسه. اصلا نفداد یا ابوالفضل، خدای شکرت اصلا نفداد. مرسی خدا. من یه اسکرین شات بگیرم. اومدم اسکرین شات بگیرم، ضبط قطع شد، گوشیم خاموش شد. بقیهش بریم چی بزنیم آجی؟ بطل پس که نه نمیتونم بزنم. پی پی اس رو خدای خیلی دوست دارم، خیلی خوشگله، اما واقعا عالیه. ولی نگانش کاراکترش دور گردش ازش بزنم. شاید فکر کنم بتونم که چه حرفی خیام بزنم. بزنیم ببینیم چی میشه. اما خود چیز خاصی نمیده مطمئنم. کالین کارت دیگه گفتم. نه گردش بعد رو نمیتونیم بزنیم. بله بدترین آیتم بعد یه چی میتونیم بزنیم. پی پی اس اچ میتونیم. میدونم که بریم چیزی نمیده. دوست داشتم که چه رفیقی بزنم. پی پی اس اچ خوبه، لژندش ها، کاراکترش هم خوب نیست. اما بذارم داخل بخش فوری ببینیم چی هست. یه گردش فقط میتونم بزنم. چیزی نمیده مطمئنم. چیزی من نمیده. بذار ببینم کربونه چی هست. 314 چی؟ نتیک
نه آها سلطان رو میزنم اینجا. یا کلتو بده یا این یا ایموت. ایموتو بدی خیلی خوب میشه. ایموت فقط ایموت بده، خواهش میکنم فقط ایموت. بابا آخه بدترین 5 تا سی بی همه لاکی باکس مهمونمون کن. لوکاس بده. لوکاس یا کاراکتر یا لوکاس. خیلی بد بود. خب اینا هم دیگه خب هیچی دیگه. خب بریم یه تست بدیم. چی گرفتم وایسا ببینم. اینجا که ترپ گرفتم. برم اینجا اینو گرفتم با این یه دنگه رو ندارم. اینجا هم که از سلطان گرفتم سلطان. اینجا هم که جکیس خوبه بد نیم. درایم بریم یه تست. بازم پشمان با آرزو رسیدم. واقعا پشمان بود. اینو نه اینجا نمیذارم، اینجا میذارم. آره بذار نمیذارم. خب دیگه چی؟ نه اینجا میذارم. بچه این پرکار رو بندازید دو راناتون خیلی خوب میشه. مثلا این پرکار رو بندازید یا این 3 تا بردارید و این اتشمنت خیلی فسته. هم خیلی فست میره داخل ایم، هم خیلی فست سویچ میکنه. برای کابوسلام هم اینجا بندازم. خیلی خوشحالم که من کارش گرفتم. اینجا میگم اما دیگه هر دیگه چه کنیم اینجا اینجا بذارم دیگه کن. اینجا بذارم این چرم استومن. خیلی خوب اینم گذاشتم دیگه تموم. بریم برای تستش. با بیبی پنجا تستش میکنم. من بیبی پنجا رو بکنم تست دیدم هم اصلا آقا باری که آقا به
سرعت سویچش کمه. خب خیلی خوشگله. خب آقا این از 250 نان اسپکشنش که عادیه، خیلی خوشگله. اینجاش جالبه آقا، ایم خودش داره. بچه ببینید این ایمه، اینجا نگاه کنید بچه، این اسکوپ نیست. این اسکوپی که الان من انداختم رد دات 2 نیست، این نیست، یا مثلا یکی دیگه اینه، اما خب مخصوصه. این تو قشنگ دایره این مکعبی هست، خیلی خفنه. بچه ها بیبی منجا رو داخل بتل استفاده کنید، داخل آلکاتراز خوبه. ناخوشی داخل تاریکی چجوریه، یه ذره تم دخترانه داره، اما خب خیلی خوشگله. میرم بگم بچه ما برای سی پی خرج کردم برای بیبی منجا، خیلی خوشگله. شوخی کردم، سی پی خرج نکردم. یه ایونت یازی اومده اونجا 5 تا زدم، دیگه من 100 تا داخل استرانگ باکس بزنی بدونه که اون آیتم خوبایی که میخوای میتونی بگیری از اون جا. آیتم خوبای استرانگ باکس بگیری. وای هزی وایسا، نکنه من میتونستم که 47 یخی رو بگیرم. میرم نگاه میکنم هزی. خیلی عالیه. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید و تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.